در دوام آیه چنین آمده است: ای پروردگار ما را از این آتش بیرون آور و باز به دنیا برگردان. اگر دیگر بار به سوی گناه برگشت کردیم هر آینه ستمگاران باشیم. الله تعالی میگوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. پس آن هنگام دعا و امیدشان قطع گردید. از کی؟ از آنهایی که آیتهای الله تعالی را در دنیا حاضر دروغ می شماریدند و بر ضد آنهایی که آیتهای قرآن کریم را با تفسیر و با معنایش به آنهایی که در جهالت هستند وقتی که می رسانند آنها را برعکس گناهگار در دنیا می حسابند. و امروز هر آنهایی که یک آیت را برای شما، برای آنهایی که یا برای ما، برای آنهایی که نمیدانیم میرسانند، آنها در دنیا گناهگار میشوند موافقی آنهایی که روز قیامت انشاءالله موافقی خواست الله سبحانه و تعالی، موافق همین آیت هایی که ما و شما این لحظه ها خواندیم جواب میگویند. الله تعالی بر جواب گفته های و زاره های و ناله های آنهایی که امروز بر ضد عالمان مبارزه میبرند، بر ضد آنهایی که سخنهای الله را برای ما و شما میرسانند مبارزه میبرند، به آنها الله تعالی روز قیامت و آن نزدیک است، چون همه ما و شما مرده میرویم و این دنیا کوتاه است. به آنها میگوید در آتش گم شوید و با من سخن نگویید. امروز آنها کامیابند به گفت خودشان، به مثال زیست دنیایی امروزه خودشان، چون عذاب میدهند کی را؟ مؤمن را. عذاب میدهند کی را؟ مسلمان را. عذاب میدهند کی را؟ آنی که سخن الله سبحانه و تعالی را برای دیگران برده میرساند. آنها را، جانشان را به عذاب میمانند، در خطر دارند در دنیا. اما روز قیامت همه برعکس می شود.